اگر یه روزی مثل من یه مهمون خارجی داشتی و خواستی بهش ثابت کنی خوشمزه ترین غذاهای دنیا برای ما ایرانی است و با یکی از بهترین غذاهای ایرانی خواستی آشناش کنی، حتما به روشی که بهت میگم ماهیچه رو درست کن و برقا تو چشای مهمونت ببین. این ماهیچه عین پنبه نرم و لطیفه و مثل قند تو دهن آب میشه. کف ظرفتون رو یه مقدار کمی روغن بریزید و ماهیچه‌ای که با دستمال خشک کردین رو بهش اضافه کنید. حتما از همون اول بهش نمک اضافه کنید. باور کنید که گوشت این مدلی صفر نمیشه. بعد گوشت که یه مقدار اینجوری تغییر رنگ داد، از توی ظرفتون جداش کنید. حالا داخل همون ظرف با دست و دلبازی پیاز اضافه کنید. فکر کنم حدوداً 1 کیلو پیاز لازم داشته باشید. ماهیچه ها رو به پیاز اضافه می‌کنید. سیر، مقدار خیلی کم زردچوبه، فلفل سیاه و کمی زعفران آسیاب شده. یه تیکه هم چوب دارچین اضافه می‌کنید که بعد از 1 تا 2 ساعت پخت باید جداش کنید. مابقی پیازها و نصف لیوان روغن. اصلاً هم احتیاجی به آب نداره. بعد از 4-5 ساعت ماهیچه‌ها اینجوری کاملا پخته شده. 10 دقیقه آخر پخت بهش مقدار کمی محلول زعفرون و کمی سماق برای بالانس شدن مزه ها. باورتون نمیشه که چقدر سماق میتونه خوشمزه کنه این غذا رو. یه قاشق چایخوری سرخالی گلا و 10 گرم کره اضافه میکنید و غذای ما آماده است.